تمرین شماره 5 گام لای کوچیک رو به طرز دیگه‌ای توضیح داده و خواسته که اجرا کنیم. با هم دیگه با سرعت پایین میزنیم. لا سل، سل دیز اول و لا بمول میگیریم. لا سل دیز یا لا بمول، لا سی دو ره می فا سل دیز سل لا سی دو ره می فا سل دیز. لایی که بالاش یک گذاشته یعنی خواسته لا رو با انگشت اول بزنیم، رو سیم سوم میتونیم تو پوزیشن چهارم بگیریم. حالا اینجا اکتاوش رو خواسته یعنی لا سی دو ره می فا سل لا لا سل فا می ره دو سی لا. هشتی که بالاش نوشته یعنی 8 تا نوت وقتی بالا هست زیرتر، یعنی این لا از روی سیم اول انگشت اول شروع میشه، زیرش هم یک گذاشته. لا سی دو رو یک گذاشته میریم تو پوزیشن پنجم، دو ره می رو یک گذاشته وارد پوزیشن هفتم میشه، می فا سل لا لا سل فا می ره، برمیگردیم ره دو، سی هم بالاش دو گذاشته برمیگردیم سی لا، سل دو گذاشته پوزیشن یک. یه بار دیگه توضیح میدیم. اولش که راحته معمولیشو میزنیم، یه بارم حالا اون هشت عرض کردم خدمتتون وقتی بالاش هست یعنی 8 تا نوت بالاتر زیرتر. لا رو یک گذاشته که پوزیشن سوم، لا سی دو رو یک گذاشته پوزیشن پنجم، دو ره می رو یک گذاشته پوزیشن هفتم، می فا سل لا لا سل فا می ره رو دو گذاشته یعنی پوزیشن پنجم، ره دو، سی رو دو گذاشته یعنی پوزیشن سوم سی لا، سل هم که بالاش دو داره یعنی از پوزیشن خارج میشیم. و اینکه مثل تمرین 4 آرشه های مختلفش رو هم خواسته ازمون که اجرا کنید، چیز خاصی نداره. تو تمرین 4 ویدیو قبلی هم عرض کردم اول خود گام رو بزنید سرعت پایین، ترتمیز که شد با مترونوم کنارتون باشه، با تیونر کنارتون باشه، جای درست انگشتا رو پیدا کنید، بعد ذره ذره سرعت رو ببرین بالاتر. تو ویدیوهای قبلی عرض کردم، تو این ویدیو هم میگم، تو ویدیوی بعدی هم میگم، امیدوارم که خسته کننده نشه براتون. هدف از تولید این ویدیوها کمک به خدمت کوچیکی به اون دسته از عزیزانی هست که دسترسی به معلم و کلاس نداشتن. از ما درخواست کردن، ما اطاعت امر کردیم و درست کردیم، وگرنه هیچ گونه ادعای پشت هیچ گونه از این فیلم‌ها و ویدیوها وجود نداره. امیدوارم که تونسته باشیم کمک به خدمت کوچیکی به شما عزیزان کرده باشیم.